واقعا دوستان در حیرت هم از این حجم تنفر و کینه‌ای که بعضی از ایرانی‌ها حالا در ایران به دنیا آمدن، شناسنامه ایرانی دارن، نسبت به فرهنگ و تمدن کشور خودشون دارن. واقعا این حجم از نفرت از کجا میاد؟ یعنی تا حدی که اینا حاضرن که مثلا مردم ایران همه مثلا تصمیم بگیرن برن مثلا یک گاو رو مثلا ستایش کنن یا سبک زندگیشون رو از یک گاو الگو برداری کنن، اینا تایید میکنن، میگن آقا، بعد میرن در مدح و ستایش اون گاو مثلا آهنگ میسازن، کتاب مینویسن و میگن اصلا این کاملا منطبق با انسانیته. یعنی هر چیزی باشه به جز فرهنگ و تمدن ایران، نامی از ایران نباشه. دیدم یکی از این خواننده ها داره گریه میکنه پریروز که مردم تو رو خدا بیاین از این تاریختون دست بردارید. برام جالب بود چون در طول تاریخمون تمام کسایی که میخواستن فرهنگ و هویت ما رو نابود کنن یک فصل مشترک داشتن. اونم این بود که قدم اولشون انکار بود. یعنی بیان میگن که آقا اصلا همچین چیزی توهم بوده و دروغ، همچین چیزی نداشتیم، که امثال این آقا هم گفتن راجع به کوروش و اینا. بعد که نمیتونن، علتش هم که نمیتونن اینه که فرهنگ و ایران و تاریخ ایران مثل یک خورشیدیه که هر چقدر بخوای اینو خاموش کنی این میتابه. هر جایی زمین دهن باز کنه، یک کشفی صورت بگیره، دوباره تأییدی میشه، سندی میشه دوباره برای هزارمین بار بر فرهنگ و تمدن این مردم. قدم بعدی این بوده که بیان تخریب کنن. یعنی مثلا میگن آقا خشایارشا هم که دیکتاتور بوده. یعنی واقعا دوستان من، کسی که این حرفو میزنه یا خیلی نادانه یا خیلی کلاشه، به خاطر اینکه تو بیای یک فردی رو که مثلا در اون دوره بزرگترین پادشاه قلمرو تاریخ بشر رو داشته، اینا در 2500 سال پیش که اصلا زندگی یه چیز دیگه بوده، معیار مردم یه چیز دیگه بوده، اصلا انسان یه سبک دیگه زندگی میکرده، اون رو بیاری با امروز مقایسه کنی بگی آقا فلانی هم مثلا دیکتاتور بوده، اصلا یعنی معنی دیکتاتور رو کاملا بست بدی به 2500 سال پیش. حالا قدم بعدی که من تا حالا ندیده بودم التماس کردن و گریه کردنه، که بیای گریه کنی بگی مردم تو رو خدا از این تاریختون دست بردارید. مگر نه اینکه در طول تاریخمون هر جایی، هر بزنگاه تاریخی این همه مصیبت و بدبختی که به سر ما اومده، من از شما یه سوال میکنم، یک مورد به من نشون بدید که خلاف این بوده باشه که تنها پناه و ملجای ما فرهنگ و تمدن و تاریخ ملیمون بوده. مگر چیز دیگری به غیر از این داشتیم؟ مگر مکتب دیگری، فرد دیگری، کشور دیگری اومده مثلا به ما خدمتی بکنه؟ اصلا خدمت پیشکش اگر تونسته ما رو از بین ببره نکرده باشه این کارو؟ تنها پناهی که ما در طول تاریخ داشتیم مگر فقط همین هویت خودمون نبوده؟ این همه نفرت و دشمنی واقعا از کجا میاد؟ به چی میخواید برسید؟